باقی خرد باشید. یه چیز خلالتون نمیرسونم. خانه ما را گوش کنیم. ما شما را مشاهده میکنیم، نظاره میکنیم و خلاصه های خود ما نمیکنیم که آن برای منفعت شماست، برای فایده شماست، برای آنکه شما روز تا روز بهتر و خوبتر شوید، شما صاحب خود شوید، نفس مطمئن داشته باشید، احساس داشته باشید که فقط شما را از لحاظ مهر محبت دستگیری کند. خودتون یعنی دوست دارید. عقلی که شما را هر زمان و این یا آن کارهایی که به شما فایده آور است روانه سازند، نه آنکه عقل شما بر ضد شما بخیزد و فکرهای بیزار کننده بدهد یا که شما را رهگم بیاندازد. نه، شما صاحب عقل خود میشید، با عقل خود دوستی میکنید و آن را به سمت روانه میسازید که به شما منفعت زیاد میارد. یک آبی که در روی زمین است، عقل آدمیزاد آن را گرفته سمت میتید و از آن قوه برق حاصل میکند. یک آبی که اگر که جهلش بیاید میتواند که بسیار جاها را ویران کند، شهرها را، دهها را خراب کند، زمینهای زیبایی ساز کرده مردم را ببرد. ولی وقتی که آن را رام میکنند و یک سمت روانه میسازند، از آن قوه میگیرند، از آن برق میگیرند و ما روان خود را باید تازه سازیم. یعنی هر چیزهایی که در آن غیر راسیونالی، غیر عقلی هستند جا کنیم. نه، ما چیزهایی را در آن جا کنیم که به ما منفعت بیارد. ما یعنی که عقل خود را چون سم دادیم به ما فکرهای خوب و دانش میدهد، ما را فهمش میدهد، معین میکند جای ما را در جمعیت و طبیعت، روان باشد ما را با عالمهای دیگر، یعنی عالمهایی که ابسترکتی هستند، فکری هستند، obrazی هستند، عالمهایی که ما آن را جهان باریک میگوییم راست میکنند. باوری در آنجا هست، امید هست، تخیل هست، تصور هست، ادراک هست، در آنجا خاطره هست، در آنجا اراده هست، در آنجا چیزهایی هست که بسیار با ما و شما منفعت میارد و یکی از آن فراست است. فراست دائم ما انتظار کار خوب میشویم، دائم مزراب ما، نسترایکه ما با آن است که کار خوب با ما میشود و به هر کاری که دست میزنیم میدانیم که عاقبتش به خوبی انجام مییابد و انشاءالله میگوییم. و ما شخصیت داریم، شخصیتی به مردم فایده آور است و ما طبیعت داریم، طبیعتی که از آفتاب و هوا، آب و خاک عبارت است و آن اگر یکی از آن زیادتی کند یا کمی کند، آن وقت طبیعت ما، خاراکتر ما ناراحت می شود و ما آن را با واسطه تربیت خود تربیت کنیم، معتدل یعنی عدل می سازیم و ما روح داریم. آن برنامه هست که از طرف شعور کیهان ریخته شده است و آن در ما عمل می کند و ما آن تاجیکان آن را جان می گوییم. البته ما جانی رستنگی داریم، جانی احساسی داریم، جانی انتلیکتوالی آدمی داریم، جانی انسانی داریم، جانی شخصیتی هست، جانی داریم که آن رو ما طبیعی و آن رو ما از حساب روح میگوییم. چشمان خود بپوشید و با عباره‌ای که من از تقدیر راضی هستم سکوتی کبیری نوبتی رو سر میکنیم. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما که با خون خود تبابت کنی بدن و پرتافته می شود به خون داروهای خود بدن
داروهای عادی، داروهایی که در بدن ما و شما زیاد هستند. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما که چقدر خوب و نغز نشسته اید. در این حالت داروها حاصل میشن، داروها به خون پرتافته میشن و ما و شما هیچی صحتی و سالمی رو روز تا روز زیادتر و زیادتر حس میکنیم. روز تا روز سلامتی بهتر و خوبتر شدن میگیرد. روز تا روز فضای فهمیش و فضای درک ما راست میشود به آن فضای اطلاعاتی که در آن خرافات نیست، در آن جهل نیست، در آن احساسهای منفی نیست، بلکه در آن هست اخبار درست، اطلاعات صحت کننده و سخنانی که ما را به شفا وادار می سازند. عقیده آن که انسان طبابت کند شفا می یابد در ما عملی می شود. و البته ما می دونیم که ما در آخر آن کلمه که مردم ما در فرهنگ خود قبول کرده است انشای خدا می گوییم. یعنی نوشته خداوند صحتی را در ما و شما نصیب کرده است، در ما و شما قسمت کرده است، در ما و شما قضاوت کرده است و آن را ما میبینیم انشای خدا در بدن خود که روز تا روز بدن ما و شما بهترتر می شود و روز تا روز بدن ما و شما صحتتر و صحتتر می شود، قوت می گیرد، بدن ما و شما را خدمت می کند. ما بدن نگاه و بین می کنیم، ما بدن طبابت می کنیم، بدن تربیه می کنیم. صحت بودن را برای بدن عادت می کنیم. هر زمان هر روز که ما و شما سکوت می کنیم، ساعتهای معینی برای سلامتی خود جدا می کنیم، پس بدن ما و شما این ساعت انتظار می شود. در این ساعت داروهای بدن حاصل می شود. در این ساعت روز تا روز بدن بهتر و خوبتر شدن خود را برنامه می کند. و احساس ما داروهایی را که در مغز سر حاصل می شوند، آن داروهایی هستند که خرسند کننده و خوش کننده، آن داروهایی هستند که آدم امید می بخشند، آن داروهایی هستند که آدم باوری می دهند، آن داروهایی هستند که اپتیمیزم یعنی که نیکبینی را در ما و شما تربیه می کنند. حاصل شده ما و شما در احساس خود یک قوه را می گیریم که آن قوه بهتری نیست برای ما و شما. این قوه دای ما و شما را به مهر، محبت، بخشش و باوری وادار می سازد. بدن خود را حس کنید. ما و شما بدن را به حال می دراریم. حالت عجیب آرامی است، حالت عجیب آسودگی است، حالت عجیب مخصوصی معنی سر است. دم گیرید هم تن شما و هم روح شما تا با وقوع حیات خود طبابت کنید بدن و پرتافته شود به خون داروهای خود بدن، داروهای عادی، داروهایی که طبیعت ما و شما را دیگر میکنند، معتدل میگردانند، آتش بدن ما را پست میکنند، خنکی بدن میبردارند، معتدل میکنند و آب بدن به معیار میارند، داروهای بدن درست حاصل میکنند، غذای خورده و داروهای خورده در بدن میچسبند و ما و شما با نفس سبک بدن را سبک میگردانیم و هوا بدن را پر میکند و همینطور ما با قوه جاذبه زمین میپیوندیم و ما میپیوندیم به قوه نور آفتاب و در دل زمین و در دل آفتاب رهی است و کیهان و آن قوه تاریکی که در پشت آن هست قوه های دیگر، قوه هایی که ما را امروز البته سبب صحت شویمون میشن. البته ما دائم از غیب انتظار صحتی هستیم، دائم ما البته از غیب فرشته های خدا انتظار هستیم که ما را سلام میگویند و ما را طبابت میکنند و این را البته هزارها بار مردم ما شاهدند که در خوابهای خود میبینند که چطور آنها را طبابت میکنند، چطور آنها به منزل سلامتی میرسند،
چطور به آنها خبر میارن که در همان وقت معینی تو صحت میشوی، چطور آنها ما رو کمک میکنن. و البته ما میدونیم که همه چیزی خوبی که در اطراف ما و شماست، حتی در خوابهای ما و شماست، در باوری ما و شماست، این را مردم فرشته میگویند. مردم ما همه چیزی که خوب است برای ما، چی در غذا باشد، چی حتی که در سیمای مادر باشد، در سیمای یک آدمی باشد که نفس خود را کشته است، مردم ما میگویند که آن فرشته است. هرچند که انسان البته از در زینه آفریده شده از فرشته بالاتر است، ولی ما احترام داریم به آن کسانی که ما را کمک میکنند، البته سبب صحتی ما میشوند. و ما و شما همه چیزی که بد است آن را جن و شیاطین میگوییم و قوه‌های بد میدهیم. برای همین امروز ما در بدن خود یک معتدلیت میاریم، قوه‌های صحت کننده را زیاد میکنیم تا اینکه صحتی دائم از بیماری زیادتر باشد. چون که آدمی که صحتی زیادتر است آن وقت زندگی کردن میتواند و هرچند که بیماری پورا از بدن ما گم نمیشود، ولی ما که الله حس میکنید که از بدن ما یک نوری میگذرد، یک قوه‌ای که اون را قوه گراویتاسیونی کشش زمین میگن، یک قوه الکترومغناطیسی که اون را قوه آفتاب میگویند، یا قوه‌ای که الکترومغناطیسی خود کیهان میگویند که جانان میگن در تاجیکی، آن را روح القدس میگویند، سویتای دوخ میگویند. و عموما در علم ما نور محمدی است، از بدن ما و شما میگذرد و بدن ما را تازه میکند و همه درد و غم و ناراحتی ها را از بدن ما میبرد و قوت میدهد جای سست را و میگیرد جای سخت را، قوه زیادتیش را و آن را برابر در بدن تقسیم میکند و این سبب صحتی ما و شما میشود. ذخیره های عجیبی در بدن ما هستند که آنها را در نتیجه به کار انداختن بدن ما قوت میگیرد، سستی بدن میرود و شدت بدن گرفته شده آن در عضوهای داده میشود که در آنجا سستی است. اما وقت بدانید که در کجایی که اگر بدن سخت باشد آنجا قوه زیادتی رفته ایستاده است و در کجایی که بدن سست است آن قوه زیادتی که در دیگر جا رفته در آنجا کمی میکند. برای همین عدل میگویند و سینای بزرگ آن را میگفت معتدل، یعنی آنچه که به عدل داده شده است. و البته ما این را حس میکنیم که در بدن ما برابر قوه تقسیم میشه، داده شود به حالتی که شما را فرا میگیرد. شدت خود را بگیرید. قوه زیادتی را در کجا حس میکنید؟ آن را بگیرید. اول از شکم حس میکنید، آن را بگیرید. بسیار وقت ناراحتی های انسان از شکم سر میشن، چون که شکم استرس را، اذیت را قبول میکند و ناف گویا که بیجا میشود و درون میدراید. و این را ما البته در علم امروزه میگوییم که این کجشوی راه روحی چکر شکم است که آن مانند آفتاب است. تصور کنید که آفتاب در شکم شماست. یا که در شکم یک نان گرم قپیده باشیم، یا که یک گریلکیزی پوری آب گرم گرفته باشیم و در نظرمان چنین می نماید که آفتابی که در شکم ماست، یکی به زبان روسی میگن سولنشنی سپلیتینی، که بسیار نروهای زیاد است، تارهای عصبی زیاد است در شکم. برای همین وقتی که در شکم میزنن دردمند است. انا این همه جنگاوران میدانند. برای ما همه آفتاب خاموش شده یا که پشتی پرده ابر یا پرده گرفته شده از سر نو باز فروزان می شود در شکم ما و شما. شکم خود دقت ده. در چیزهایی که در شما به اختیار شما پیدا میشه دقت ندهید. باز دقت برید در شکم، در آن آفتابی که در شکم است، در آن آفتابی که فروزان می شود، شکم گرم می کند.
یک قد دهید به شکم خود. این گرمی به طرف پایه ها می رود. شما گردش خون در پایه ها حس میکنید، یا که پایه ها رو در آب گرم گرفته باشید، یا که در صندلی آویزان باشد. ما با دنیای باطنی خود وارد آهسته آهسته حس میکنیم که دستون مهره ما یک نور عجیبی می رود. دستون مهره رو گرم میکنه. کف دست هم گرم می شود. اگر ما فیزیولوژی بگیریم، این گردش خون درست شدن است در بدن ما. چون در عضوها گردش خون درست می شود، درد نیست می شود. اما درد آدم از سبب آن است که گردش خونش ویران است. گردش خون خود درست کنید. خواطر نشوید. انسان ذخیره های بسیار دارد. وقتی شما میگویید که این یا آن کار تمام، یا که این خیلی یا اون خیلی که سبب سستی و ضعیفی و ناامیدی شما میشد، این نادرست است. در انسان 7 قبض نیرون ها، حجره های معاینه سر است که آدم عادی 2 قبضش استفاده میبرند. آدم های عالم 3 قبضش استفاده میبرند. دیگرش خواب است. امروز سبب آن میشد این سکوت که حجره های نوی مثلا نیرون های شما با کار میدارند، فعال میشوند و اطلاعات را جمع میکنند و قوه های نهانی معاینه سر با کار میدارند و روز تا روز میبینید که بهتر میشه. کارهایی که پیش نمیتوانستید از دستتان میآید. اراده شما قوی‌تر میشود، جسور میشوید، خود را اداره میکنید، مشق میکنید، کارهای منفیت آور میکنید و میدونید که آن فکری که پیش شما را ناراحت میکرد در نظرتان ناچیز میشود. اون احساسی که پیش شما را میترساند و ناراحت میکرد، امروز شما آن را یک تبسم میکنید، چون که شما دیگر ترسو نیستید. شما دلیل و جسورید. برنامه‌های عجیبی در معاینه سر ریخته شده ایستادند. داروهای معاینه سر در بدن حاصل میشن. هر یک عضو داروهای خود را دارد. لابراتوری ما جگر داروها را حاصل میکنند و آنها به خون پرتافته میشوند. در خون ما امروز داروها بسیار شدند. حتی سنگ ها را معاینه میکنند. حتی که گوشت های زیادتی را آب میکنند. و روز تا روز شما بهتر و خوبتر شدن میگیرید این شای خدا. راه روحی تاری سر را حس کنید. راه روحی گلو را حس کنید. پیشانه، روی، چشمان، گوش، هر یک انگشتتان را حس کنید. راه روحی استون مهره را حس کنید. دوست دارید تا دوست داشته باشید. ببخشید تا بخشیده شوید. باور کنید و معجزه ها بگیرید. امید کنید و کرامات این علم را ببینید. هر یکی ما و شما نسبت خود خیرخواه هستیم. ما میدونیم که بدن ما میتواند خودش را صحت کند. بدن ما داروهای زیاد دارد. بدن ما از نوسازی میکند. بدن ما را که خدا ساخته از قدرت عظیمی دارد در داخل خود و این قدرت سبب آن است که امروز فعال شد و سلامتی ما را برقرار میسازد. هر چیزهایی که پیش ما را ناراحت میکرد در نظر ما ناچیز میشود. ما جسارت داریم. ما باوری داریم. ما میبینیم چیزهای منفیت آور را برای خود. ما خوب مغز نشسته. داروهای خورده در بدن میچسبند. وجود ما و شما تازه است.
آزاد است، روشن است، دم گرفته است و نور را از بدن خود گذرانه. شاید عجیبی آرامی و آسودگی وجودی ما و شما را فرا گرفته است. دم گیرید، هم تن شما و هم روح شما که با خود آمده ایستاده از خود تبابت کنه بدن و پرتافته شده از بخون داروهای زیادی بدن و فرشتگان زیادی در بدن ما کار میکنند. این نور است، حسیات است، شکل است، obraz است که به ما و شما معرفت آور است. شما فرشته دارید، شما قوای بد ندارید. قوای بد مانند آن است که اگر انسان دستاش نشوید میکروب به دهانش وارد میشود. همین که دستا رو شستید، همین که با صابون زدید، البته میکروب ها با واسطه آب و با واسطه همان صابون شسته نیست و نابود میشن یا میروند. همین طور هست که انسان اگر با نور کیهان هر روز بدن خود را، وجود خود را، هستی خود را، روح خود را تازه کنند، آن وقت آن ذره های خرد، آن موج های کسل کننده، آن قوه های الکترومغناطیسی ضرر آور شسته می شوند و در انسان نمی شینند. همه چیز از موج ها سر می شود و موج ها دارای اخبار هستند. آیا ندیدی که تلویزیون از موج صورت و از موج آواز می سازد و ما آن را می بینیم؟ همین طور معنی سر انسان است که اگر موج های کسل آور راست شوند انسان کسل می شود و امروز ما مضراب به موج های صحت شده ایم. موج هایی که روز تا روز حس می کنیم از بدن می گذرند. هر روز که ما سکوت می کنیم، هر روز کارهایی می کنیم که سبب غذای روح ما و شما هستند، البته تازه می شویم. طهارت نه فقط طهارت بدنی است، طهارت قلبی هم هست. عرفانی ها بغیر از طهارت بدنی باز طهارتی روحی هم می کردند. روح خود را از موج هایی که از کیهان بسیار می آیند تازه می کردند و روح نو و تازه نوری الهی را می گرفتند که غذای روح است. در پیش نظر بسازید آنچه که شما می خواهید. صحتی خود را بسازید. چطور شما صحت هستید؟ چطور فکری که پیش شما را ناراحت می کرد آن را با آسانی می زنید؟ چطور بدن شما جان گرفت، قوت گرفت؟ چطور روز تا روز حس می کنید صحتی خود را؟ حتی مردم می گویند که شما دگرگون شده اید. ببینید آن را در پیش نظر بیارید. و آن را از دل گذرانید. یعنی به فرهنگ مردم ما دعا کنید. یگانه چیزی که تقدیر انسان را نیک میکند، تقدیر خوب و بیدار و فعال میسازد، این البته برنامه ریزی است. این دعایی است که به شعور کیهان داده می شود. آنجا تصدیق شده فرشتگان آن را عملی می کنند و ما آن را می بینیم و حس می کنیم و خودمان کارهایی می کنیم که آن تیزتر عملی شود. صحتی و سالمی، وجودی تازه و روشن و خواب نغز شب، خرسند گذاشتن نور، انسان دوستی، دیدن انتظار کارهای خوب، خیرخواه بودن به یکدیگر، خواب نغز شب، خبری خوابهای خوبی که در شب میبینید. از سر دم گرفته و روشن و سری وقت کارها رو درست میکنید. روح
شما روح شماست و روح ما روح ما. سبک و روشن و دم گرفتن، خرسند و خوشبخت و آزاد چشمان خود رو می‌گشایید. نفس میگیریم. دنیا زیباست، رنگین است، مردم مهربان، زندگی آسان.